لیکونن من امتی اناس، حتما میشه در امت من افرادی چیکار میکنن؟ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، حلال میدانند، جایز میدانند زنا را. حر به معنی زنا هست، اینجا زنا رو جایز میدانند و همچنین در کنارش حریر، پوشیدن لباس ابریشم برای مردان که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردند. من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الاخره، کسی که در دنیا ابریشم بپوشه در قیامت از ابریشم بهشت محروم میشه. و همچنین والخمر، خمر می نوشند. در روایتی داریم خمور جمع هست، خمور جمع وقتی که باشه یعنی انواع خمر شامل میشه، انواع شراب، نوشیدنی هایی که نشه آور هستن، مس میکنن شامل میشه که الان انواعشون زیاد هست. مخدرات شامل میشه، انواع و اقسام چیزهایی که سکرآور هست شامل میشه. و المعازف، و مورد بعدی معازف هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و معازف آلات موسیقی رو به صورت عام در بر میگیره. معازف کل آلات موسیقی، از اون طبلش گرفته که در اصطلاح بلوچی دهل میگن و دیگه چیزهایی که الان هستند از ساز و سرود و تنبوره و یعنی چیزهایی که کلا آواز به اصطلاح اون موسیقی بیرون میاد، هرچی باشه، ارگ باشه. و الان متاسفانه این در جامعه ما به عنوان یک تخصصی رشته‌ای میبینیم، تحصیل میکنن، بعضی همین رشته رو میخونن و شغلی برای خودشون اختیار میکنن. غافل از اینند که این شغلشون از ابتدایی که اختیار میکنن مبتلا به حرام هستن. اگر درآمدی داشته باشم حرام هست، کارشون حرام هست. و در روایت داریم اون کسی که وقتی که شروع میکنه به خواندن آلات موسیقی و آواز خواندن، میگه دو تا شیطان بر بالای پهلوهاش مینشینه، دو تا شیطان، یکی سمت راستش یکی سمت چپش. اون شیاطینی که دور برش هستند از شیاطین انس که گوش میکنند، تشویقش میکنند، پول براش میندازند و آفرین بهش میگند. اینا همه شیاطین انسی هستند دور برش جمع شدند. متاسفانه مواردی رو مشاهده میکنیم که امروز مسلمان هست، حج بیت الله الحرام هم میره و رفته و خودشو اهل دین و اهل نماز هم میدونه، اما مراسماتی از قبیل جشن عروسی، عقد و ولیمه و دعوتی میگیرن، همین افراد آوازخوان و دعوت میکنن و چقدر هزینه میکنن. همین هست و من الناس من یشتری لهو الحدیث، همین میخره، اختیار میکنه، هزینه میکنه، مالشو برای حرام انفاق میکنه. ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. تبذیر مال هستین عزیزان، وقتی که مال در راه معصیت، در راه گناه انفاق بشه، این تبذیر هست. و الله متعال مبذرین و اخوان الشیاطین ذکر کرده. آیا میخواهید شما اخوان شیاطین بشید؟ آیا میخواهید در لیست شیاطین قرار بگیرید؟ پس چطور به خودتون اجازه میدید اون حرامی که الله متعال در قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیثش حرمتش را بیان داشتن و آنچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم وعید بیان کردن؟ قول ابن عمر هست، اگرچه روایت موقوفه، اما ابن عمر قولی دارند که میگن که غنا و این آوازخوانی و این آلات موسیقی ینبت النفاق فی القلب، نفاق در قلب رشد میده. کما ینبت الماء الزرع، چنانچه آب زراعت و کشتزار رو چطور رشد میده، بزرگ میکنه، این چنین نفاق در قلب، این آلات موسیقی و این ساز و آواز، این آوازخوانی، نفاق در قلب مسلمان اینجوری رشد میده.